با سلام. بیمار یا آقای 18 ساله‌ای هستند با علائم سوزش سر دل، حالت تهوع بعد از غذا خوردن و سوء هاضمه از حدود 1 سال پیش که به ما مراجعه کردن و با توجه به علائمی که داشتن براشون اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی را به عنوان اقدام بعدی پیشنهاد دادیم و الان در حال انجام اندوسکوپی هستیم. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید یک ورم نسبتاً زیادی داخل معده‌شون دارند. البته خدا رو شکر زخم، پولیپ یا توده واضحی ندارند. این علائم بیشتر و در اکثریت موارد به خاطر یا میکروب معده هست و یا عوارض داروها میتونه اتفاق بیفته، مخصوصا داروهایی که اصطلاحاً ما بهش انسید میگیم، مثل داروی مسکن، بروفن، ناپروکسن، ژلوفن، دیکلوفناک و این دست از داروها. البته علتهای دیگه ای هم دارن، منتها اکثر مواقع به دلیل این موارد هست که خدمتتون عرض کردم. انشالله بعد از اینکه نمونه برداری انجام دادیم متوجه میکروب معده خواهیم شد. البته روش‌های تشخیصی دیگری هم داره، منتها بهترین روشش همین هست و بعد از درمان انشالله بهبودی کامل حاصل خواهد شد. موفق باشید.